خیلی بهمون پیام دادین که برای آموزش زبان توی محل کجا بریم. امروز اومدیم شما رو با گروه آموزشی مشایخی آشنا کنیم. با ما همراه باشید. در خدمت آقای مشایخی، مدیر و مؤسس گروه آموزشی مشایخی هست. سلام جناب تیموری، خوشحالم در خدمتتون هستم. بفرمایید. لطفاً در مورد سابقه فعالیت گروه آموزشی و شعباتی که دارید توی مسعودیه توضیح بدید. در خدمتتون هستم. ما از سال 1380 فعالیت خودمون تو مسعودیه شروع کردیم و تقریباً 7 شعبه 22 سال. بله 22 سال فعالیت داریم و الان در حال 7 شعبه داریم که 4 شعبهش فعال توی شهرک مسعودیه هست. 2 شعبه پسرانه و 2 شعبه دخترانه. شعبات دخترانه و پسرانه هم لطفاً معرفی کنید. بله، شعبه پسرانمون جایی که هم در خدمت شما هستیم آموزشگاه مهرتک که اولین آموزشگاهی بود که تأسیس کردیم و حدوداً 22 سال فعالیت داره میکنه. تو خیابون رحیمی، نبش خیابون رحیمی هستیم ما. 20 متری ابومسلم. بله. شعبه بعدیمون آموزشگاه صابر، دخترانه صابره که تقریباً 12 سال داره فعالیت میکنه و تو کوچه نجف مقدم فعالیت داره. آموزشگاه هورا و مهرتک نامی دخترانه و پسرانه بعدیمونه که تو منطقه ولفش تو خیابون قائم پایین‌تر از مسجد جامع در حال فعالیت.